وقتی که جناب ابتهاج این خونه رو که آدرسش خدمتتون عرض کردم میخرن، توی باغچه کنده خشکی بوده و میخواستن حالا خونه رو بازسازی کنن، مرمت کنن. دوستان میگن خب این کنده خشک رو در بیاریم بندازیم دور. آقای ابتهاج انگار یه حسی، یه شهودی، میگن نه من اینو دوستش دارم و شروع میکنن مراقبت از این. اعتقاد داشتن که کماکان با وجود که این کنده است ولی جان داره و ریشه در زمین داره که دلشون نمیاد که اون رو بکنن. آبیاری میکنن، رسیدگی میکنن. یک چوب خشک بعد از یه مدتی یه جوانه هایی میزنه و بعد این جوانه ها رشد میکنه و ساقه های نازک و بعد ساقه هایی که در واقع قدرتمندتره و بعد این مثل این که برای آقای ابتهاج یه شکلی از خانواده، رویش، وطن، دوباره به زندگی برگشتن و معنایی از امید و امید به آینده رو میده و این درخت تنومند سمبولی میشه، در واقع نمادی میشه برای ایشون. بله همینطوره. و شما هم در واقع یکی از آثار ماندگارتون در کنار بقیه آثار همین در واقع ارغوانه. ارغوان شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز